بیشتر بچه‌های رنگین کمانی برخلاف تمام کلیشه ها همیشه از پیشروان راه آزادی بودند، چون ما از کودکی با مقاومت بزرگ شدیم، چون بدنهایمان اولین میدان نبرد بوده، چون یاد گرفتیم قبل از آزادی کشور برای آزادی خودمان بجنگیم. در ایران بسیاری از معترضان که در خیابان ایستادند، که شعار دادند، که گلوله خوردند، رنگین کمانی بودند، اما هیچ وقت این را نخواهید دانست، چون جامعه ای که حق زندگی ندارد حق آشکارسازی هم ندارد. امروز من اینجا هستم تا بگویم رنگین کمان ایران زنده است، حتی اگر زیر خاک، حتی اگر در تبعید، حتی اگر بینا. به احترام جانهایی که نه دیده شدند، نه شمرده شدند و نه به رسمیت شناخته شدند، از شما میخواهم وقتی از آزادی ایران سخن میگوییم رنگین کمان را فراموش نکنیم، چون بدون ما آزادی کامل نیست. ایران آزاد خواهد شد با تمام رنگهایش. باشد که نور باشد و نور بر تاریکی پیروز. پاینده ایران جاوید شاه. با امید پیروزی به روزی که زندگی حق همه ما باشد و آزادی بی هزینه، این برنامه رو به پایان میرسونیم. اما این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. به امید ایرانی با فردایی روشن‌تر. ایران روشن. جاوید شاه. 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 جاوید شاه.